احترام در سینما نداریم. حتی جواد عزتی که اصلا میخوام دعوا بندازم. آقا چرا آخه اون جایگاهش یک چیز دیگه است. چه جوریه کار کردن با رضا عطاران؟ چه شکلیه؟ خیلی باحاله. یه ویژگی در موردش بخوای بگی چی میگی؟ ویژگی که در رضا عطاران بگم، رضا عطاران هیچ وقت عصبانی نمیشه. یعنی عصبانی بشه باور نمی‌کنی که عصبانی شده. تا حالا دیدی عصبانیتشو؟ آره. کی؟ مثلا چند وقت پیش همین سر همین عجله معلق که بودیم، یه دفعه یه نفر دیالوگش اشتباه گفت ای بابا. من فهمیدم خیلی عصبانیه، ولی خیلی‌ها نفهمیدن که اون عصبانیه، ولی من فقط فهمیدم که اون عصبانیه. یعنی اوج عصبانیت رضا عطاران؟ آره دیگه، اوج ای بابا خیلی عصبانی شد. مثلا میگم آخه خیلی خاصه. مثلا سر سینمایی بودیم چند وقت پیش، یه دعوا شد، یه دعوای خیلی وحشتناک. خب یه نفر اومد با چاقو حمله کرد به گروه. خب بعد واقعا چند نفر نزود شاید بمیرن. یعنی این چاقو وقتی میرفت بالا میومد پایین، ما میگفتیم در این حد یعنی؟ آره اصلا خیلی چیز وحشتناکی شد. بعد ما گفتیم الان 2-3 نفر افتادن دیگه قطعا. بعد من هی تو استراب و اینا هی میگفتم آقا بریم. گفت نه چیزی اوه چاقو، وای چاقوشو بلند کرد در همین حد. و اونجا احتمال داشت 2 نفر کشته شن. و بعد پلیس اومد میخواست طرف آرومش کنه، آروم نمیشد و اسلحه کشید. گفت اوه اسلحه‌شو کشید، فکر کنم الان شلیک کنه. در این حد. و ببین من داشتم از هیجان و از اون استراب اونجا سکته میکردم، ولی اون خیلی خونسرد تخمم دستش بود، تخمه میخورد. خدا شاهده. بعد حتی به منم گفت تخمه میخوری؟ گفتم نه آقا چرا؟ الان گفت خیلی وحشتناک. جایی که پلیس اسلحه رو کشید که طرف آروم بکنه، به هر حال باید یه کاریش میکرد دیگه، نمیتونست که شلیک کنه مستقیم بهش. گفت وای گلنگدن یکی باید جلوشو بگیره. گفتیم خب آخه کی مثلا خوب حداقل خودت برو جلو بگو آقا آروم باش، آقای پلیس آروم شد. نه آرومش کردن، یعنی از دور داشت نگاه میکرد، رصد میکرد و گزارش میکرد. ولی خب استرس داشت، خیلی هم استرس داشت به خدا. وقتی هم دعوای تموم شد نفس میزد، ولی خب